یه دوستی دارم که اهل دین و مذهب و بهشت و جهنم و دنیای ماورا و اینطور چیزا نیست. یه روز توی خیابون با هم راه میرفتیم که یه مستحق رو دیدیم و هر کدوم به یه مبلغ برابر بهش کمک کردیم. چند قدمی که دورتر شدیم برگشت و منو گفت جواد الان کدومی که بیشتر کمک کردیم؟ گفتم خب معلومه هر دو تا بی اندازه برابر کمک کردیم. لبخندی زد و گفت نه جواد من بیشتر کمک کردم. چرا که تو به بهشت و جهنم و ثواب و گناه معتقدی، اما من معتقد نیستم. و تو کار خیر میکنی به خاطر اینکه ثواب ببری و ثواب در واقع یعنی پاداش. یعنی تو معتقدی که اگر به دیگران کمک بکنی و یا کار خیر بکنی در ازای اون از خدای خودت پاداش میگیری. حالا یا در این دنیا یا در دنیای دیگری به نام بهشت. و به دیگران آزار نمیرسونی چرا که معتقدی گناه داره، یعنی جزا، یعنی مجازات میشی و معتقدی که اگر به دیگران آزار برسونی خدا یا تو این دنیا یا در دنیای دیگری به نام جهنم تو رو مجازات میکنه. پس در واقع همه کارات خلاصه میشه توی ثواب و گناه، یعنی توی پاداش و یا جزا. به دیگران کمک میکنی که پاداش بگیری و دیگران را آزار نمیدی به خاطر اینکه از مجازات میترسی. ولی من به بهشت و جهنم و ثواب و گناه معتقد نیستم. و تو این پول رو دادی و باور داری که چندین برابرش بهت بر میگرده، پس دادی که چندین برابرش رو پس بگیری. ولی من میدونم که این پول رو دادم و دیگه بهم برگشت نداره و فقط برای خوشحالی اون نیازمند و از اون مهمتر برای خوشحالی دل خودم این کارو کردم. من به دیگران آزار نمیرسونم و حق دیگری رو پایمال نمی کنم و باور دارم که حتی اگر این کارو بکنم هیچ مجازات ماورایی وجود نداره. اما دل و اندیشه و از همه مهمتر وجدان من به من این اجازه رو نمیده. تو فکر میکنی توی کشورهایی که به دنیای دیگه معتقد نیستن چطور مردمش حاضر میشن به همدیگه کمک بکنن؟ چرا حقوق همدیگر را تضعیف و پایمال نمیکنن؟ و چطور یک نفر که دنیای دیگری رو باور نداره جونش رو برای وطنش میده؟ به خاطر مردم و وطنش. اون باور داره که تمام زندگی همین دنیا و تنها داراییش همین بودنشه. میدونه زندگی تموم میشه ولی به خاطر وطنش از تنها ثروتش یعنی بودن خودش میگذره. خلاصه این که جواد، وطن پرستی زیباتر از شهادت و انسان دوستی زیباتر از ثواب و وجدان کاری و اجتماعی زیباتر و کارسازتر از هر گناهیه. من کاری به اعتقاد تو ندارم و عقیده تو محترم و زیبا، اما یه چیزی رو میخوام بهت بگم رفیق. ما زمانی میتونیم یک کشور و مدینه فاضله و یا حتی یک پیشرفت مناسب داشته باشیم که وجدان خودمون رو وکیل خودمون کنیم. حالا جواد، وجدان وکیلی من بیشتر کمک کردم یا تو؟